با سلام. شاید ارور براتون تو روبیک 2 در 2تون رخ نده و هیچ اروری نباشه. یعنی روبیکتون که درست کردیدش، یعنی تا مرحله صفحه اول درست کردید، صفحه اول سفید رو درست کردید، اینا رو درست کردید، اینجا اروری رخ نده. اون موقع باید چیکار کنیم؟ خب من تو این ویدیو اومدم بهتون آموزش این موضوع رو بدم. برو بریم. شاید این حالت براتون پیش نیاد، یعنی روبیکتون این شکلی نشه، اصلا به هیچ عنوان این شکلی نشه، یعنی یه همچین شکلی اینجا این رخ نده. اون موقع باید چیکار کنیم؟ یعنی لایه اول ساختیم، اون موقعی که این شکلی نشد باید چیکار کنیم؟ خب بعد اون موقع الان مثلا تو این حالتی نمیخوایم اون فرمول قبلی رو استفاده کنیم. مثلا تو همین ویدیو بهتون توضیح بدم که تو ویدیو 4x4، چون الان تو ویدیو 4x4 خیلی برای بیاد پس اون موقع شاید مثلا دیگه خسته شده باشید. تو همین ویدیو بهتون میگم چیکار کنید. کافیه که وقتی اینجوری شد، این حالت شد، شما یه آر پریم بزنید، یه ال پریم بزنید، سپس که ال پریم میزنید، بعد ال پریم که زدید یه یو دو میزنید که فکر کنم تو ویدیو قبلی در موردش گفته بودم. نه گفته بودم. یه یو دو میزنید، یه ال میزنید، یه یو پریم میزنید، یه ال میزنید، یه ال پریم میزنید و یه یو پریم و یه ال. خب الان ما شکلمون فرق کرد، مثلا کامل قضیه فرق کرد. اون موقع الان ما دو این فرمول که الان زدم میتونید اون ارور هم حل کنید. یعنی اون ارور رو با این فرمول که الان زدم هم میتونید حل کنید که الان اگر ما اون ارور داشته باشیم دوباره حلش می‌کنیم با این فرمول رو. آره داریم، همونطور که مشاهده می‌کنید داریم. خب زاویه‌اش من هنوز دقیقی یعنی در واقع نداره. خب هنوز منظورم این بود که یعنی هنوز زاویه دقیقی پیدا نکردم براش که مثلا بگیم از این زاویه بزنی این اتفاق میفته که روبیک ما درست میشه این ارورش. یعنی این دوتا الان که اینجا یه جفتم ولی این دوتا جفت نیستن. کاری که باید انجام بدیم چیه؟ ما میایم اینجا، من از این زاویه میخوام الان براتون همون فرمول، دوباره میگم فرمولشو، ال پریم یو دو ال یو پریم ال پریم یو و ال و ببینیم مثل اینکه ارور حل شده. اونطور که مشاهده میکنید اینا با هم جفت نیستن، اینا با هم جفت نیستن، اینا هم با هم جفت نیستن، فقط این جفته. پس خوشبختانه این حل شد. حالا فرمول بعدی چیه؟ فرمول بعدی اینه که شما از فرمول 3x3 باید استفاده کنید. فرمولای 3x3، یعنی اگر فرمولای 3x3 رو بلد بشید میتونید خیلی راحت این مشکل هم حل کنید. خیلی خوبه که اول 3x3 رو یاد بگیرید پس تا 2 در 2، چون 2 در 2 هم باگ داره، هم ارور داره، هم فرمول زیاد داره. فرمولی که توی 3x3 وجود داره و فرمولی تو 4x4 وجود داره، ولی بیشترش مربوط به 3x3 میشه. حالا ادامه میدیم. فرمولی که توی 3x3 وجود داره، یکی از این فرمولا اینه: شما اول یه ال میزنید، ال پریم میزنید، یه یو پریم میزنید، یه آر پریم میزنید، یه یو میزنید، یه ال میزنید، یه یو پریم میزنید، یه آر میزنید و یه یو. این جفت شد، این جفت شد، اینا ببینید نگاه کنید، این جفت شد، جفت شد، این جفت شد، این نارنجیش اینجا وجود داره، آبیش هم که برای اینجاست وجود داره، زردم که برای بالای وجود داره، پس این جفت شد. فرمول بعدی چیه؟ اینو فرمول رو که الان زدم چند بار تکرار کنید تا این شکلی جفت بشن. فرمول بعدی که باید بزنیم چیه تا بتونیم اینا رو هم جای خودشون بذاریم؟ فرمول خیلی ساده است. روبیک رو در این جهت قرار بدید، یعنی روبیک سفید بالا باشه، اینطوری سفید بالا رو قرار بدید و چندین بار این فرمول رو تکرارش کنید تا این بچرخه این بالا و بیاد جاش. چیکار باید کنید؟ خیلی ساده بهتون بگم، به زبان روبیکی بهتون بگم. یه ال پریم یه ال میزنید، یه ال، یه یو میزنید،
یه در واقع ال پریم میزنید، یه یو میزنید، بعد یه ال میزنید، بعد یه یو پریم. همین. خب اینو باید چند بار تکرار کنید، یعنی ال پریم یو ال یو پریم. هی اینو تکرار کنید، و وقتی اینجوری شد، یعنی این پایینی که جفت بود، وقتی این که اومد رو زرده براتون اومد رو، ال میزنید، کاری به بقیه جا نداشته باشید اصلا. یه ال میزنید و یه یو. دوباره تکرارش باید کنید دیگه فرمول رو. بالا رو میگیرید، از بالا میگیرید روبیکتون رو و پایین رو میارید، اینو میارید اینجا قرار بگیرید. یعنی مثلا اگه این اینجاست، این باید بیاد رو، اگه اینجاست باید بیاد اینجا. فهمیدید چی شد؟ اصلا خیلی ساده بگم، یه دونه دی میزنید، دی پریم میزنید، همین یه دی پریم میزنید و خیلی ساده دی پریم باید بزنید حتما که این بیاد این ور. و دوباره همون فرمول ال پریم یو پریم ال یو پریم، هی اینو تکرار میکنید و جا میره. همین سادگی. و شما تونستید روبیکتون رو کامل کنید به همین سادگی. ساید داشتید بپرسید، حتما جواب میدم و تونستیم روبیک دو دردمون رو به همین سادگی درست کنیم. البته خیلی ساده نبود، ولی خب این بهترین راه حل بود برای حل کردن. ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. دوستتون دارم خیلی زیاد. خدافظ.